سلام، میخوام براتون لوبیا پلو درست کنم. مواد لازم برای درست کردن لوبیا پلو: مرغ، لوبیا سبز، رب گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی، نمک، فلفل، زردچوبه، سیر 4 حبه، 4 تا پیمونه هم برنج. شما تا لایکو بزنید، فالو کنید ما رو، من برم ببینم کیه. من از این اون باید بشنم اینجا داری غذا درست میکنی؟ یه زنگ نهار بزنی؟ چی شده؟ بیکنم بابا، یا الله. روشی؟ جان شیشه های ماشین رو 100% دودی کنم این 200%. بیا کلید خونه رو بگیر، اینقدر خود اذیت نکن. برای قربون. سیب زمینی ها رو سرخ میکنیم. تا سیب زمینی ها سرخ بشه مرغ رو سرخ میکنیم. پیازا رو میذاریم تا قشنگ طلایی شه. پیازا که یه ذره سرخ شد لوبیا ها رو اضافه میکنیم. بار آخرت باشه بدون من غذا درست میکنی. باش آقا، یقه رو ول کن. بعد اینکه لوبیا ها رو تفت دادیم قشنگ خامیش گرفته شد، سیر و رب رو با هم اضافه میکنیم. بعد اینکه موادمون قشنگ تفت گرفت، سیب زمینی و مرغی که سرخ کردیم رو بهش اضافه میکنیم. روغن و رب، اینم سیب زمینی ها واسه تهدیگش. مواد و برنج رو با هم مخلوط کردیم، میذاریم دم بکشه. خستم ایشی الان.